یک چیزی دیگر یادآور میشوم وقتی که جناب عالی همه خانه ها را گشت و دید، در خانه که معلم بود، در اون خانه طفلکی به گناه در گهواره بود. جناب عالی چقدر خاکسار، چقدر صمیمی، چقدر مهر و محبت به مردم خدا. همون کودک در نزد گهواره شیشت و همون گهواره را جنباندن گرفت. با زبان کودکی با همون کودک گپ زد. غم نخورید پسر جانم، غم نخورید، من هستم از خوراکی که شما سر میکنی تا خانت و راست کرده میدهم. تا وقتی که هستم برای ملتم، برای آبادی وطنم شب روز زحمت میکشم که سطح زندگی مردم بلند برداریم، دولتمون رو آباد کنیم. ملت تاجیک، دولت تاجیکانه در عرصه بین المللی آبروشد شد.